یه روزی توماس ادیسون وقتی به خونه برگشت یه کاغذی رو به مادرش داد و گفت این برگه رو معلمم داده و گفته باید به مادرم تحویل بدم. مادرش بغض کرد و نامه رو با صدای بلند برای ادیسون خوند. پسر شما یک نابغه است و مدرسه برای اون خیلی کوچیکه و به اندازه کافی معلم خوب برای آموزشش نداریم. لطفاً خودتون بهش آموزش بدید. سالها بعد وقتی مادر ادیسون فوت کرد، اون دنبال وسایل قدیمی خانواده‌اش میگشت. در حالی که یکی از بهترین بیزنسمن‌های قرن بود، اون متوجه کاغذ قدیمی مچاله شده گوشه کمد شد. اونو برداشت و بازش کرد. داخل برگه نوشته بود پسر شما کند ذهن است و از لحاظ مغزی مشکل داره. ما به اون اجازه ورود به مدرسه رو نمیدیم. ادیسون ساعتها گریه کرد و در خاطراتش نوشت توماس ادیسون یک کودک کودن بود، اما با یک مادر قهرمان تبدیل به یک نابغه بزرگ شد. نحوه تربیت مادر میتونه سرنوشت یک کودک رو تغییر بده.